فکر نکنم مشتری داشته باشیم ها. الان 2 ساعته من هیچی نیومده، خسته شدیم به قرآن. چی؟ آها صبر کن، مشکل از منه، اینو نکشید. یعنی خود خری. الان دیگه باید مشتری بیاد فکر کنم. نه آره دیگه باید بیاد. بیا داری درست میاد. آقا اینجا استفاده از تلفن همراه ممنوع. قطعش کن. قطعش کن، سفارشتو بده سری برو. سوسیس میخوای؟ سوسیس داغ واسط میزنم آقا، اش کنی. این نونه سوسیس همون چی؟ یه نو 2 دقیقه صبر کن، الان بهت میدم دیگه. من به نظرم شما بستنی بخور بابا، سوسیس نمیخواد. یا یه بستنی حالا عشق از طرف هم شما گذاشتم. سوسیس کجان؟ الان از ببین داداش من این عوض میشه، تکنولوژی دیگه شما خبر ندارید این چیزا. خب سوسیسامون ببین داداش گل، سوسیسام اینها. من اگه بخوای 4 تا واسه تا میذارم چی شد؟ نمیخواد. چرا راست میذارم دست تو مگه 2 دقیقه ایش. خب چند تا سوسیس میخواستی؟ ببین یه دونه واسه میذارم واسه خودت، یکی واسه خانومت، یکی هم واسه خودم. اینو واسه من حساب کن، خودت حساب کن. من اونجا زحمت میشه. 1 2 3 چی؟ با چقدر حرف میزنی؟ اینم به خاطر حرف زدنت، اینم به خاطر بیادب بودنت، اینم به خاطر عینکی، اینم به خاطر تلفن حرف میزنی. خب قطع کن وقتی میاد. عجب. ببین اینم نه ببخشید، یه دونه اشتباه زدم، اینجا کسری میزنم واسط. اینم که سوخت. ان شاء الله من اینو میذارم بعدا خودم اینجا میخورم. بابا اینم اشتباهی زدم. 2 تا واسط کم. سس نمیخواستی؟ بذار سس بزنم. سس یه دونه‌شو سس قرمز میزنم، یه دونه‌شو سس سس زرد میزنم، یه دونه‌شم سس زرد دوباره میزنم. سسمون تمام نشد. چون سس دادم من یکی وای نه آقا، اون 2 تا رو کاشکی یعنی همون 2 تا به جای همون 2 تا. همش تقصیر توه دیگه، من قاطی کردم به قرآن. اینم الان شد $3. این 299 سنت تو همون $3 بگیر روندش کن بده من. چی شد؟ 4 میلیون دلار قابل شماره نداره. ببین من اومدم خارج کار میکنم، این پولا رو میبرم ایران. بله بده. بیا این کیفتو سوسیسو واسط زدم دیگه. چی میگی؟ آدامس بایدنت، نه آدامس گیگابای چیه این آجی؟ این رمه؟ والا من نمیدونم این جنس ها رو مثلا میان. حساب نکردم. نامرد چون حساب نکردم 2 تا واسه حساب میکنم. آخ من چه کارم؟ بله واو همینه که هست. پولو بده بذارم اینجا، با کار دارم. برو مشتری. چرا فقط تو اومدی اینجا؟ باید شلوغ باش. اینو من بکشم واسه. $1 هم نشد. چرا 4 میلیون دلار گرون شده. 113 تا میشه. دارم حرف میزنم. این دیگه چقدر بی شخصیت شدن مرد خدایی. ببندم. دیدی چجور با هم رفتار کرد؟ چقدر بیادب بود اصلا. چی بگم بالا. امیدوارم این یکی مشتری آدم با شخصیتی باشه. اینو بنداز سطل آشغال. ای بابا بعدن تو بنداز سطل آشغال. سلام جناب. این خانم بود با بچه‌ش بود. حالا من Oh my little angel. Put that nice healthy banana up there for شما جون بخواه هرچی بخواه داریم. موز چه شما به من دادیم؟ من فروشنده نیستم چیکارش کنم اینو؟ من شیر موز میخوام. خانم یکم فاصله بگیر، من نمیبینم اونجا رو. بده من عینک تو. من چیزی نمیام. بابا این بده من عینک تو. به میاد قشنگ شدم. حالا یکم برو اونور، من نمیبینم. خب چی میخواد الان اونجا؟ وایسادی جلو من. همین موزه رو واسه حساب می‌کنم. اینو اونجا Now you stay here for a minute, dearie. Mommy needs to use the little bathroom. مقویه. ببین شیرموز درست کن. خرما شیرموز. تربیت. شو چیه؟ دارم بهت میگم موزو بریز تو مخلوط کن. خرما، کنجد، پسته، گردو بزن با لیوان چیز بزن بالا. خلاصه که خوبه. یه چیز رندوم هم بهت بدم. آدامس میخوای؟
واقعا بذار بیشوری بذار چیزی بیا یه چیز میدم به درد مام. آها بیا این نمیاد. بابا یکی این سکه های ما ببر. بیا دلت نمیخواد بیا یه سوسیس بهت بدم. حتی سوسیس گیرون من دلم. بیا اینا بگیر. چی این اصلا چی هست فندک. بیا اش کن باید کسی نسوزونی اینا که نمیخوای به جهنم هیچی نداریم. خانم پسرتو جمع کن. هرچی میدم نمیخواد که. برو آدامس بخور. این آدامس جان بله همین چی خوشش اومد. 3 تا میخواد. این دیگه کیه خانم چه توقع. بیا 2 تا دیگه همینه. من اینا رو حساب میکنم. بیا پسر برو ایول همینو میخواستیم. این لبخند زیبای بذار من این سوسیس بزنم. همین سوسیس هم بزنم من. والا به قرآن مردم وقت میگیرم. چی شده؟ آها حساب کنم واسهتون. اوکی اوکی پول بده. بده بچت میده. بده نکنه پولم نمیخوای بدی. تو من خودت بخواد. دیدی گفتم این آدمای بدی نبودن. بچه‌شون موس قرقرو بود. هی امیدوارم دیگه این آخر مشتری بشه. کرکره بدیم پای میریم خونه. با خدا وکیل خسته شدیم. چه زندگیه. بیا تو به عجب بودم متشکرم. سلام عزیز گل چی میخوای؟ عینکت ما رو کشته با حرف البته این سر چیه واسه شما واسه من جنس آوردی؟ این چیز خانم قبلی این ما رو برد. من ندارم کیسه بدین. کلات خیلی زیباست من بپوشم اینو. عینکتم بده داداش. چقدر این شبیه تو شد. من شدم تو شدی. تو همون بودی. من اینا رو واسه بذارم اینجا. آجی الان اینو فکر کنم واسه خون میکنه. آره درست. چی شد آجی؟ این رو دیسپلی بود چرا عوض شد؟ یکی از آب میواد پرید. کجا رفتی عزیز من؟ این رفت ربات دستشویی میکنه. اینا رو واسه بذارم اینجا. خب چیکار کنم؟ جان صداتو نمیشنوم من. تو داد بزن. اوکی آجی چی شد؟ باز که عوض شد. چی شد الان؟ جان چی؟ خب چی نیاز داری؟ دستمال بیا بیا اینو بگیر. همینو بگیر. درست شد. این دفعه خواستی بری دستشوی قبلش بگو بهت بدم دیگه. کیه بابا چرا اینجوری هن من؟ نرو ببند بوم. بیا کلاتم ببند. بردار اینا این کفه نمانه اینجا. آره داداش اینو واسه من آوردی. نمیخوام بابا چیز 20 دیگه چیز اصلا نوشابهات اونا یارو جنس آورده بود. داداش دمت گرم. گفتم آخرین مشتری تموم شد رفت. آخرین مشتری چی بده من. این دیگه آخرین مشتریه رفت تو سطح آشغال. سلام علیکم و رحمت الله. شما چی می‌خواید عربستان تشریف بردید شما؟ مدلت هم والا خوبه. 40-60 چیزی رو اوکی داشت. من الان واسه شما یه دونه فرند بزنم. نه این که چی می‌خواستم من نفهمیدم. این مانیتور داره فکر کنم شما نمی‌بینی اینا. یه دونه ببین اینا چیه میخوری خدا وکیلی. حالا ما میاریم ولی تو نخوری. نه اصلا انرژی نمیده. اینا چرته. پولت رو پولت بمونه تو جیبت. انرژیت بیشتره تا این پول رو بدی اینو بخوری. حالا ولی من بهت میدم مهم نیست چون که پولش من نیاز دارم. آقا این درشو وا کردم اشتباهی. یکم من خواستم خیلی خورده داشت. انرژی گرفتم اصلا. بیا یکم بخور. آره چی شد؟ واسه هم بزنم. نه این دیگه به درد میخوره. اینو میذارم تو سطل آشغال. اینا خودت حساب کن. خب حالا درسته من خوردم ولی تو هم میگم حساب کن دیگه. مهم نیست. واسه حساب کنم هم بزنم داداش. این جنسه چه عجیبی خودم این رنگیش. من چون با حال کردم 5 تا دیگه هم حساب میکنم. 5 تا که چه اصلا 10 تا. داجی دستم حساب. حاجی باک خورد. بیا بیرون.
کجا رفت؟ آقا چیز یعنی یکی دیگه بهت میدم. حالا شما از عربستان پول داری آجی، اصلا میخوام بندازم بهت. بله گفتی که بزنم اینجا، میخوای گنده شه حاجی. گنده چی حاجی؟ میخوای اینو چیکار کنی؟ $9 واسط حساب میکنم. بعد بله چون $9 شد، اما $10 حساب. دستشویی هم داشتی؟ دستشویی نه ببخشید دستشویی که چرا خلیج العربی اونجا، خواستی بفرما اونجا. اینو حساب کنم واسط. شدش شد $10 میلیون. به عشق شما آقا بده من 10 میلیون. بده من بابا، چرا حرف میزنی؟ برو. من اشتباه کم راد دادم اصلا. یا اینو نمیبری؟ برای من هم بزنم به چی؟ بیا اینو میبری ببر. ببین یه چیز باحال مغازه اینه که من هر چی بذارم اینجا وسط 3 برابر میشه. نگاه خیلی باحاله حاجی. گیر کردی برو. دوربین گرفت اینو بعدا نشون میدم. دوربینه چرا خاموشه؟ درشو وا کن. چی شد؟ اینم هم زدنیه. بابا این چرا اینجا؟ بابا تو بگیر برو جارو بزن. اون چیزی که شده مهم نیست. ببین این سوسیسه رو میخوام بپزم. خب اولین مشتری که الان اومد اینو افتخاری میدم به اون. نمیدونم دلم میخواد اصلا این سوسیسه این تو جا میشه. این نونا رو ببین. این نونا رو 4 تا رو میذارم اینجا. اینو ببندم. جا رفت. حاجی جاش. ولی من خواستم این نونا رو گنده کنم. نونم باید گنده باشه دیگه. وقتی چیزش گنده است اون چیزش هم باید گنده باشه. خب اینا چی هن دیگه؟ نه آجی این نه باید صدای من گرفت. جارو داد. ببین چرا نونم یعنی سوسیسه باز گنده شد با این سوسیسش هم باز. ببین بکنم دوباره الان بزرگ میشه. الله اکبر. مشتری بیاد. اینا رو هدیه گذاشت. شرمنده بابا. اتفاق بود دیگه. اتفاق میفته دیگه. حالا سلام جناب، شما چه با شخصیتی ویپ نکش تو مغازه ها. ممنونه. ما سوسیس درست کردیم به هیچ مناسبت خاصی نیست. اینا رو هر کی میگیم و شما چون ویپ میکشی واسه حساب میکنم. بیاداش بخور. افتخاریه. خواستی اینم ببر واسه خانوم. سوسیس اینها. نونشو خوردم. سوس خالی ببر حالا. ببین اینا سایز چقدر گنده است. مقصد خودتونه. حساب نکردم داداش. بده من حساب کنم. آهان بگیر بذار توی این. بذار اینجا. من شدش اصلا همینی که هست شد. انقدر من انقدر نمیگیرم با هیچ بابا. قاطی کنم. بزن بریم. پولو بده. افکت پولو چرا صورتیه؟ این تراویل واکن دستت ده. کجا رفتش؟ نازش بهش دست در نکنم بگم. ببند ایوه آفکام جمع کنم بریم دیگه. برو کرکره رو بده پایین. اصلا نه دیگه من مشتری قبول نمی کنم. برو کرکره رو بده پایین بابا. خسته شدیم. دست در نکنم. من خودم بخورم. نه که خوردن نیست.